خودرو سورن با ایراد خاموش شدن حین حرکت به تعمیرگاه مراجعه میکنه. طبق گفته راننده، خودرو پس از خاموش شدن با چندین بار استارت مجدد روشن نشد. تشخیص مکانیک پارگی یا رد کردن تصمیم تایم بود. پس از باز کردن درپوش تصمیم تایم، ملاحظه می‌کنیم تصمیم تایم در جهت طولی دچار پارگی شده و دنده های اون از بین رفته. برای تشخیص بهتر، ابتدا چرخ‌ها رو باز می‌کنیم. سپس همونطور که خودرو روی جک قرار داره، از ابزار خرک در زیر رام برای اطمینان بیشتر استفاده می‌کنیم. همینطور از یک جک در زیر موتور برای جلوگیری از سقوط موتور پس از باز کردن پیچ‌های دست موتور استفاده می‌کنیم. خودرو رو در دنده 5 قرار میدیم. چرخ رو میچرخونیم و مشاهده می‌کنیم که موتور شروع به چرخش می‌کنه. اما میلسوپاپ‌ها چرخشی ندارند. این یعنی ارتباط بین میللنگ و میلسوپاپ قطع شده. بنابراین شروع به باز کردن قطعات می‌کنیم. ابتدا پیچ فولی هیدرولیک فرمون را باز می‌کنیم. سپس با آچار 19 پیچ تصمیم صفر کن تصمیم دینام رو در جهت خلاف عقربه ساعت میچرخونیم تا تصمیم دینام آزاد بشه. در این مرحله شروع به باز کردن پیچ‌های دست موتور می‌کنیم. باید دقت داشته باشیم. ابتدا پیچ‌ها رو از روی بدنه، سپس پیچ‌های روی موتور رو باز کنیم. دلیل این کار جهت جلوگیری از گیر کردن پیچ‌ها در اثر جابجایی موتور انجام میشه. همونطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، پس از باز کردن آخرین پیچ، موتور کمی جابجایی داره. در این مرحله برای دسترسی به پیچ فولی سر میللنگ، خارها و شلگیر رو از محل خودش خارج میکنیم. سپس با بوکس پیچ فولی سر میللنگ رو باز میکنیم. پس از برداشتن فولی سر میللنگ، با استفاده از بوکس پیچ‌های قاب پایینی تصمیم تایم رو باز می‌کنیم. همچنین در محلی که امکان استفاده از بوکس وجود نداره، از آچار تخت استفاده می‌کنیم. پیچ هرزگرد تسمه دینام رو باز می‌کنیم. با استفاده از آلن 5 پر، پیچ‌های درپوش فلزی تصمیم تایم رو باز می‌کنیم. همچنین برای باز کردن برخی از پیچ‌ها از بوکس 5 پر استفاده می‌کنیم. پس از برداشتن درپوش فلزی، مشاهده می‌کنیم میلسوپاپ‌ها چرخش بیش از حدی دارند و این یعنی کج شدن و یا شکستن سوپاپ‌ها. سپس اقدام به باز کردن پیچ‌های حرارتگیر منیفولد و پیچ پمپ هیدرولیک می‌کنیم. پمپ هیدرولیک
و حرارتگیر منیفولد رو از محل خودش خارج می‌کنیم. در پوش کوئل رو بر می‌داریم. هواکش رو جدا می‌کنیم. پیچ‌های پایه نگهدارنده منیفولد هوا و پس از آن پیچ کوئل ها رو باز می‌کنیم. لوله بخار سایکلون رو جدا می‌کنیم. در این مرحله تمامی پیچ‌های درپوش سوپاپ رو باز کرده و پس از آن درب سوپاپ رو بر می‌داریم. اتصالات برقی و بست باتری رو جدا می‌کنیم. برای تخلیه آب رادیاتور شیلنگی رو داخل رادیاتور گذاشته و از محل پیچ هواگیری توسط کمپرس باد آب موجود در رادیاتور رو درون یک تشت خالی می‌کنیم. پیچ‌های هوزینگ ترموستات و پیچ‌های پایه نگهدارنده شیلنگ‌های آب رو از روی منیفولد باز می‌کنیم. برای جدا کردن اتصال بین منیفولد دود و کاتالیزور ابتدا پیچ بست رو شل کرده، سپس با یک پیچ گوشتی بست رو از محل خودش خارج می‌کنیم. تمامی اتصالات مربوط به منیفولد هوا از جمله شیلنگ بنزین، شلنگ گاز و شلنگ خلأ بوستر ترمز رو از روی منیفولد باز می‌کنیم. سوکت برق سنسور تیمپ رو جدا می‌کنیم. در این مرحله اقدام به باز کردن پیچ‌های سرسیلندر می‌کنیم. باید دقت داشته باشیم پیچ‌های سرسیلندر به صورت حلزونی یا به صورت ضربدری از خارج به داخل باز میشن. این عمل برای جلوگیری از تاب برداشتن و دفرمگی سرسیلندر انجام میشه. سپس پیچ‌ها رو با استفاده از یک آهنربا از محل خودش خارج می‌کنیم. سوکت برق انژکتورها رو قطع می‌کنیم. سرسیلندر را از روی بلوک سیلندر برداشته و در محلی مناسب جهت تخلیه روغن قرار میدیم. همونطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، با قطع ارتباط بین میلنگ و میل سوپاپ، چرخش میل سوپاپ ها متوقف شده و تمامی سوپاپ ها در وضعیت ثابت قرار می‌گیرند. در این حالت برخی از سوپاپ ها در وضعیت باز و برخی در وضعیت بسته قرار می‌گیرند. سوپاپ هایی که در وضعیت باز قرار می‌گیرند با حرکت پیستون به سمت بالا با تاج پیستون برخورد کرده و این حرکت باعث کج شدن و شکستن سوپاپ ها میشه. همونطور که در تصویر میبینید محل برخورد سوپاپ ها با تاج پیستون و همینطور پرزهای ناشی از بین رفتن تسمه تایم قابل مشاهده است. در مرحله بعد شروع به باز کردن هرزگردهای تسمه دینام می‌کنیم.
باید دقت کنیم. پس از باز کردن هرزگردها، صحت عملکرد هرزگردها رو مورد بررسی قرار میدیم. سپس با استفاده از ابزار، پیچ‌های درپوش میانی تسمه تایم رو باز کرده و اون رو خارج می‌کنیم. در تصویر وضعیت تسمه تایم معیوب قابل مشاهده است. این اتفاق به دلیل کیفیت پایین تسمه تایم رخ میده. در نهایت مهره تسمه صفر کن تسمه تایم رو باز کرده و اون رو خارج میکنیم. این قطعه رو از نظر صحت عملکرد مورد بررسی قرار میدیم. در این تصویر نمای سرسیلندر نو در مقابل سرسیلندر معیوب که دارای تعدادی سوپاپ شکسته نیز می باشد را مشاهده می کنیم. تمامی قطعات از روی سرسیلندر باز شده و پس از شستشو و بررسی صحت عملکرد در محل خودشون بسته میشن. در جمع کردن موتور دقت می کنیم به جای کاسه نمدهای کهنه از کاسه نمدهای نو باید استفاده کنیم.